وحدت افتخاری ملت صاحب دلم. وصف آنها را نماید ریشه جان و دلم. در میان قوم ها پیوستگی ما را از آن دهر بنماید ستایش مردم برنادلم. وحدت بهترین نعمت، حیات انسان، آرزو و ارمان، تحکیم دولت، نجات ملت، رشد تاجیکان، نموی دوران، هستی انسان در هر دور و زمان می باشد. 28 سال مقدم محض در آن همین سنه جمهوری تاجیکستان صاحب وحدت ملی گشت و امروز محض آن همین عید پرشکوه در جمهوری تاجیکستان ما را وادار نمود تا به طبیعت جمهوری تاجیکستان با چنین باغ‌های زیبا با سیر و تماشا برآمده باز یک صحبت آزاد و زیبا در وصف جمهوری تاجیکستان و صلح و وحدت دیارمان گردانیم. امروز نیز ما می‌خواهیم تا با یک چند اشتراکیان برنامه انگوبین که در طول سال 2019-2020 اشتراک فعالانه در برنامه‌های تلویزیون بهارستان را داشتند، یک صحبت آزاد و زیبایی را داشته باشیم. در این صحبت اطراف جمهوری تاجیکستان، شهر زیبای دوشنبه، صلح و وحدت و وطن، شعرها و قصه ها و متن‌های گوناگون را می‌توانیم پیشکش شما گردانیم. تماشابینان عزیز، خط کردن با مورد است که در چنین شرایط ما نمی‌توانیم همه اشتراکیان برنامه انگوبین را در یک جا جمع آوریم. از این رو ما در علاهیدگی با هر یک آنها صحبت‌های آزاد را می‌گذرانیم. با شما توصیه می‌دهیم که برنامه انگوبین را همراه باشید و با ما بودن را فراموش نسازید.
اینک هنگام سیر و گشت ما اولین اشتراکچیان برنامه امروزه رو واخوردیم. اینها هم باشند دولتعلی و نظرعلی، یعنی برادران می باشند که چند پیش در برنامه انگوبین اشتراکی به نهایت فعال نداشتند و امروز نیز ما میخواهیم تا با آنها صحبت آزادی داشته باشیم و ما میخواهیم تا دولتعلی و نظرعلی در علاهیدگی شعرهای خود را برای ما قرائت نمایند. خب سلام دولتعلی. سلام. سراول به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. خب دولتعلی، ما میخواستیم دانیم که شما برای وحدت ملی چگونه شعرها و معلومات ها آماده کرده اید؟ من تیاری خوب دارم، میخوام در واسه تاجیکستان شعر گویم. خیلی خوب، تماشابینان عزیز، بیایید یک جایه شعر زیبایی رو در وصف تاجیکستان از جانب اشتراکچی برنامه‌مان دولتعلی میشنویم. مرحمت. تاجیکستان کشوری آوازدار، کشوری خوش منظر و دایم بهار، هست از دل هست از جان یک حیات، پیرورنا وحدتت را دوست دار، مرغکان در باغ آید نغمه‌گر، شمس تابان حال پرسد هر سحر، زیب داده پای تختت را وطن، حالی سامان تاج طلایش بسر، شاد از آن نسته ما را کشوری، کشور و خوش منظر و بختاوری، ما زمین برها وطن بر وصف تو، شعر بخوانم با رفسیدری. تشکر زیاد، به نهایت شعر پرمضمون را قرائت نمودید و به تماشابینان تلویزیون بهارستان نیز شعر شما پسند آمد و این لحظه ما میخواستیم دانیم که چون شهر دوشنبه امروزها به نهایت آباد و زیبا و سراسر گل شکوفان گشته است، میخواستیم دانیم که درباره شهر دوشنبه یگان شعر میدانید؟ بله. خب مرحمت. شهر دوشنبه شهری نمویم، چون گل تو از من از تو رویم، شهر دوشنبه نازی بهارم، سو بی صفایت آیینه ندارم، شهر دوشنبه دنیای من تو، در سینه ای کو دریای من تو، شهر دوشنبه عمری دوباره، در آسمانت شبها ستاره، شهر دوشنبه ای چهره آرا، بوی سمرقند روی بخارا. دولتعلی، تشکر زیاد برای شعرهای پرمضمونتان و چنانی که با ما و با همه تماشابینان تلویزیون بهارستان معلوم است، برنامه امروزه ما بخشیده به عید وحدت ملی می باشد. ها؟ بله. من میخواستم دادم که از نقطه نظر شما وحدت چیست؟ وحدت خرسندی کودکان است. واقعا هم محض صلح و وحدت است که در کشور ما همه کودکان می توانند آرامانه علم آموزی نمایند، به کوچه ها سیر و گشت کنند و می توانند در عموم خرسند و خوشبخت باشند. همین طور نه؟ بله. خب تشکر زیاد دولتعلی برای چنین شعرهای پرمضمون. در همین جا ما با شما خیر و خوش میکنیم و با شما سیر و گشت خوب و گوارا و خاطرمان را تمنا داریم و امیدوار آن هستیم که تعطیل تابستانه خود را خیلی خوش میگذرانید و همزمان از روزهای آن استفاده نموده شعرها، قصه ها، حکایه ها و این چنین داستان های گوناگون را از خود نموده باز با برنامه انگوبین می آید. همین طور نه؟ بله. خوب، تشکر زیاد. می توانید سیر و گشت خود را ادامه دهید. تماشابینان عزیز، این لحظه باشد ما برادری خردی دولتعلی یعنی نظرعلی را به نزد خود دعوت میکنیم. صحبت نوبتی ما با نظرعلی صورت میگیرد و نظرعلی، ما میخواستیم که شما در وصف وطن یک شعر زیبایی را قرائت نمایید. وطن از دلها می برآرد غم، وطن آدم را می کند آدم، بال و پری کس وطن می باشد، بختاوری کس وطن می باشد، تو بختیار ای نسل آزاد، تو وطن داری زیبا و آباد، بگرفته از او تو را در آغوش، اما نکن تو هرگز فراموش، فرزندی جان باش بر وطنی خویش، هم پاسبان باش بر وطنی خویش.
تشکر زیاد. ما نیز باوری کامل داریم که شما در آینده یک فرد صاحب کمال به ویای رسیده به وطن خود صادقانه خدمت می نماید. همین طور نه؟ بله. خب نظر شما باز یگان شعر دیگر قرائت کردن میخواهید؟ بله. خب مرحمت. خاکی وطنم سرمه چشمان من است، روی وطنم آینه رخشان من است، نوری وطنم آفتاب تابان من است، میوی وطنم در دل جوشان من است. من را وطنم تربیت بسیار نمود، فرزندی به خود نیک و وفادار نمود، دروازه اقبال برویم بگشاد، پس خدمت او خطاب وجدان من است. تشکر زیاد. نظر شما واقعا هم یک شعر پرمضمونی رو در وصف وطن قرائت نمودید و من میخواستم دانم که شما به این باغ یعنی به باغ ایران با همراهی که به سیر و گشت آمدید؟ به همراه پدر و مادرم. یعنی با پدر و مادرتون به سیر و گشت این باغ آمدید هم؟ بله. و ما نیز شما رو از راهتان باز نمی‌داریم. شما نیز می‌توانید سیر و گشت خود را ادامه دهید و شعرهای زیاد ایجاد کردن و به علم آموزی مشغول شدن را فراموش نسازید. بله. تشکر زیاد. برای نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان می‌شویم که شما شماره ایدونه برنامه انگوبین را طریق تلویزیون بهارستان از باغ ایران تماشا کرده اید و خاطررسان می‌شویم که برنامه امروزه ما به جشن وحدت ملی بخشیده شده است. هنگامی سیر و گشت در باغ چشم ما به یک گوشه آن رسید که در آنجا زحل و شهادت یعنی اشتراکیان فعال برنامه انگوبین نشستند و ما میخواهیم صحبت خود را با آنها آغاز نماییم. سلام زحل و شهادت. سلام. خوب، بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. خب زحل، تیاری شما به برنامه امروزه چگونه است؟ یعنی به همه ما معلوم است که ما بخشیده به روز وحدت ملی به اینجا اومدیم ها؟ بله. خب شما چگونه تیاری دیده اید؟ تیاری خیلی خوب دیده اید. مثلا شما چی ایجاد کرده اید؟ ما درباره وحدت خیلی سخن و شعرها ایجاد کرده ایم. چون سخن درباره وحدت می رود می توانید گویید که به عقیده خود شما وحدت چیست؟ شما وحدت گفته چی رو در نظر دارید؟ وحدت بهترین نعمت، حیات انسان، آرزو و ارمان، تحکیم دولت، نجات ملت، رشد تاجیکان، نموی دوران، هستی انسان در هر زمین و زمان است. وحدت و صلح بشری تاجیکستان، جانبداری مملکت‌های همزمانی بیرون‌مرز موقع مقام آن را در مقیاس جهان آوازدار می‌نماید. خودشناسی و خودآگاهی ملی گویاپنده است از گذشته دور و پیشرفت معنویات کشور. تنها با راه وحدت یکدیگر فهمی استقلال کشور را محافظت و پایدار و یگانگی مردم را استوار کرده میتوانیم. صلح آمد بر وطن، ای طفل تاجیک خنده کن. ریشه‌کن شد اهریمن، ای طفل تاجیک خنده کن. چهره طفلانه و مستوری تو بالیده باد، شد زینب احیا وطن، ای طفل تاجیک خنده کن. تشکر زیاد زحل بانو. واقعا هم شما به نهایت معلومات های مفید و معلومات های را قید کردید که واقعا هم دانستن آن برای هر یک فرد تاجیک مهم و ضرور است. همین طور نه؟ بله. خوب، اگر شما باز یگان گفتنی دیگر هم داشته باشید مرحمت. من گفتنیم که تنها در صورت وحدت دشواری ها و مانعه ها پس سر می شوند. روزگار مردم روی به بهبودی می آورد. کشور عزیز ما نیز به شاهراه پیشرفت و ترقیات روی می آورد. محض با کوشش های پیگیرانه پرزیدنت کشور امامعلی رحمان ملت پریشان سرجم آمد. مملکت آباد شد، پیش رفت، گلگل شکفت و امروز در چهره هر فرزند تاجیک نشاط و خرسندی است. وحدت و صلح پدیدار است. من برای اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت
جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک شعر قرائت کردن میخواهم. نام شعر وحدت و فر. گل به جای خار پروردی، زهی صلح بهر مردم آوردی، زهی کینه مهر آغوش کرد از خاطرت داری آیینی جوان مردی، زهی خلق بر دریای غم افتاده را بر لبی ساحل برآوردی، زهی در رعیت پروری مثلی تو نیست بر همه همراز و همدردی، زهی باغ از نیک است و از بدخواه داغ ملک خود را سبزتر کردی، زهی بی خطر از نقبهایت راه شد نیست دیگر بیم از سردی، زهی رسم و آیینی نظامش گم شده بر نظام از نو درآوردی، زهی در جسارت در سیاست بی نظیر در همه میدان ظفر کردی، زهی پایه اقبال صلح و وحدت است تاجیکستان را دیگر کردی، زهی خلاصه چون یک فرزندی بانان بناموس و با آر ملت که با صلح و وحدت کشوری عزیزم امروز می بالم و با افتخار می توانم گویم صلح و وحدت پاینده باشد تاجیکستانی عزیزی من. تشکر زیاد زوال بانو، واقعا هم خیلی درست قید کردید، زیرا همه آن آرامی و آسایشتگی و صلح و ثباتی که در کشور ما هست این همه با دستگیری و تشبس به واسطه پیشوای ملتمون می باشد و ما باشیم باید با رفتار خوب و نمونوی و خوانش اعلی کوشش نماییم تا سزاواری همین گونه آبادی و آزادی باشیم. همین طور نه؟ بله. خوب، اکنون با شهادت هم صحبت می شویم. شهادت بانو به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. خوب، شهادت مرحمت، شما چی گفتن می خواهید؟ من درباره وحدت یک چند سخن میخواهم گفتن میخواهم. خوب مرحمت، ما شما را گوش میکنیم. صلح و وحدت عباره هایند که همیشه دلچسب و دلنشین و با لحن شیوا صدا داده به واسطه شنونده را و فکر کردن وادار می سازند. صلح آشتی و فرزانگی، یک دیگر فهمی و طالب آسایشتگی بودن مردم را تجسمگر است. من باز یک شعر دیگر می خواهم. خوب مرحمت، ما شعر شما را گوش میکنیم. چیست وحدت؟ اعتباری ملت است. زوری با ضوء زمان در وحدت است. وحدت است این قدرتی هر دولت. وحدت این سرمایه هر دولت است. تشکر زیاد. خوب، اگر یگان گفتنی دیگر نیز داشته باشید مرحمت. میخواهم برای هموطنانمان جشن وحدت ملی را تبریک کنم. عید مبارک هموطنانی عزیز. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، با چنین سخنهای زیبا صحبت ما با زحل و شهادت به آخر میرسد و به شما توصیه میدیم که با شبکه بهارستان و برنامه انگوبین بودن را فراموش نسازید، زیرا در پیش شما را صحبت‌های جالب و خاطرمان با اشتراک چنین دیگر برنامه‌مان انتظار هستند. خیلی خوب، شما خیر خوش کردید ولی ما با شما خیر خوش نمیکنیم. تماشابینان عزیز، در این گوشه باغ باشد دو نفر اشتراکیان دائمی و فعال برنامه انگوبین انیخترش محمد جان و کامرانی نوروز قرار دارند و ما را میباید تا صحبت خود را هر چیز زودتر با آنها آغاز نماییم، زیرا ما میدانیم که ما را اهلک شعرها و متنها و حتی سرودهای گوناگون نیز انتظار هستند. از این رو و شما توصیه میدهیم که صحبت ما را تماشا کنید و با برنامه انگوبین باشید. سلام بچه ها. سلام. من از شما نمیپرسم که شما با چگونه تیاری آمدید، زیرا چون همیشگی هم من و هم تماشابینان تلویزیون بهارستان علاقه میدانند که تیاری شما
همیشه جدی است و اکنون ما میخواستیم دونیم که شما صحبتمون رو با چی آغاز کردن میخواهید؟ با کدام شعر؟ از شما آغاز میکنیم محمد جان. خب صحبت امروزه ما در باره وحدت ملی است، همین طور نه؟ بله. خب در باره وحدت ملی چی میدونید؟ یک چند شعر و سخنها تیار کردم. خیلی خوب، تماشا بیننده عزیز، بیایید یک جایه با دقت شعر و سخنهای محمد جان نوروز رو گوش میکنیم. مرحمت. صلح بهار است، بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. صلح دهد شرشره جوی آب، صلح دهد حسن پر از آب و تاب. در حقیقتا وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در کدام دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست، آن دولت روز تا روز گل میشکفد. ما چون یک فرزند با ننگ و ناموس و برای ملت با صلح و وحدت کشوری عزیزم امروز میبالم. با افتخار میتوانم گویم پایه صلح و آسایشتگی در این زمینی همیشه بهار به حد بزرگ مستحکم گشته است. همسایان عزیز، شما را به عید وحدت ملی مبارکباد میگویم. من میخواهم این لحظه درباره وحدت ملی یک شعر قرائت کنم. بهترین است. مرحمت، ما نیز انتظار شعر شما هستیم. عید وحدت آمده است، ای دوستان اشرت کنید، جشن آرایید و با هم شکر این دولت کنید. بزم بنماید که آن چون بزم جمشیدی شود، با نوایی شش مقامی یاد آن صنعت کنید. نامه ای شادی فرستانید بهر دوستان، تاجیکی بیرونه را در تویتان دعوت کنید. دوستانی خارجی آیند اگر در تویتان، در قبول تحفه ها خودخواهشی وحدت کنید. نانی وحدت را بروی خوان الوانت بیمان، دوستانی جانی را بر گرد آن دعوت کنید. جام ها لبریز کن که عقل را آرد بجا، و از برای دوستی با یکدیگر صحبت کنید. سرور ما نعمتی عالی نصیبی خلق کرد، شکر نعمت، شکر از سرکرده ای وحدت کنید. ای بیامد خان بگو بر تاجیک و بر عالمی، بر پایداری ای وحدت تا ابد غیرت کنید. تشکر زیاد محمد جان، واقعا هم خیلی درست قید کردید، زیرا استقلالیت و صلح و وحدتی که امروز در کشور ما پایدار است و حکم فرمایی می نماید، این همه با دستگیری و تشبس به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. همین طور نه؟ بله. خب اگر شما باز یگان شعر دیگر داشته باشید مرحمت. من نخواهم یک شعر دیگر قرائت کنم. خب مرحمت. ای کشوری فتح و ظفر، امید اولادی بشر، شد دشمنت زیر و زبر، آزاد گشتی از خطر. گل کن به بختی ما وطن، مثلی گلستان و چمن. با مهنتی شایانی ما، دستی ظفرمندانی ما. گل کن به بختی ما وطن، مثلی گلستان و
چمن. در کوچه هایت طول شد، بام و درت خوشبو شد. مانند خورشیدی جهان خلقت درخشان روی شد. گل کن به بختی ما وطن، مثل گلستان و چمن. تا اینکه باشی در امان، من بعد هم از دشمنان. جان را نمی دارد دریغ، در حفظ تو پیر و جوان. گل کن به بختی ما وطن، مثل گلستان و چمن. تشکر زیاد محمد جان. برای ما نفرانی که این زمان به ما پیوستند خاطر رسان میشویم که شما شماره ایدونه برنامه انگوبین رو طریق تلویزیونی بهارستان از باغ ایران تماشا کرده استودید و خاطر رسان میشویم که برنامه امروزه ما به جشن وحدت ملی بخشیده شده است و هم صحبتی نوبتی ما هستند کامران نوروز. بیایید با او صحبت خود را ادامه میدهیم. سلام کامران. سلام. خوب، تیاری شما به نهایت جدی است، این رو علاقه ما میدونیم و میخواستیم که با یک شعر زیبا در وصف وطن صحبت خود رو آغاز نماییم. مرحمت. 27 میلیون روز وحدت ملی تاجیکستان اعلان شده است. این صحنه برای کشور عزیز ما مهم. 27 میلیون سال 1997 در شهر مسکو امضا شده است. روز 27 میلیون همه ساله همچون روز وحدت ملی، هم دیگر فهمی و یکدلی مردمی تاجیک جشن گرفته می شود. ما تاجیکان باید به قدر وحدت ملی برسیم و آن را احترام کنیم. وحدت بهترین نعمت، حیات انسان، آرزو و ارمان، تحکیم دولت، نجات ملت، رشد تاجیکان در هر زمین و زمان است. من میخواهم این لحظه یک شعر قرار نمایم. خوب، مرحمت. وطن سر می شود زانگرد دهقان، زی میدانهای خرمن بادگرها. وطن سر می شود از برده نان که ما خوردیم از خوان پدرها. وطن دلجمعی و آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست. وطن سر می شود زان پرده بامه که بر دنیای روشن پا نهادیم. وطن امروزی ما آینده ای ماست، پناه مرده ما زنده ای ماست. تشکر زیاد. خوب، اگر یگان شعر دیگر و یگان گفتنی دیگر نداشته باشد ما میتوانیم صحبت خود را با دیگران ادامه دهیم و شما میتوانید سیر و گشت خود را با والدان ادامه دهید. من میخوام یک شعر دیگر با برادرم خونم. خوب، مرحمت. ناشناسی یا شناسی، السلام. ژنده پوشی، خوش لباسی، السلام. در تو مردی با سپاسی، السلام. مرحبا، این خانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. هر یکی را چون کوهستانش ببین، سخت همچون سنگ پیمانش ببین. پاک همچون چشم وجدانش ببین، رود هم نبض رگ جانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. افتخار است، افتخار است، افتخار. هر وجب خاکت زمینی یادگار. تا کی هستم یاد پیرانت شعار. در رهی مقصود و پیمانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. جز شرف، جز نام، جز ایمانی من. هرچی است از توست ای مهمانی من. زیستند این گونه اجدادانی من. این سخاوت خود سرابانی من است.
این زمینی تاجیکستانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. من همه خواهم چنین باشد جهان، تو یک است، تو یک ده بیگمان. مرگ یک است، ماتمی پیر و جوان. ده ایمن خود دبیرستانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. این زمینی تاجیکستانی من است. تشکر زیاد به هر دوی شما و شما می توانید سیر و گشت خود را ادامه دهید. ما باشیم با همراه دیگر اشتراکچیان از نزدیک باز صحبت های گوناگون را می گذرانیم. یک مرتبه دیگر تشکری زیاد. و تماشابینان عزیز خاطررسان می‌شویم که اشتراکچیان نوبتی ما بودند محمد جان و کامران نوروز و ما باشیم صحبت خود را با دیگر اشتراکچیان ادامه می‌دهیم. السلام، خوب بیاید یک جایی می رویم. برنامه ما ادامه دارد. تماشابینان عزیز، چطوری که همه شما شاهد هستید، باغ ایران به نهایت مکانهای زیبا دارد و اینچنین برای استراحت و فراغت خردسالان نیز تجهیزات‌های گوناگون فراهم آورده شده‌اند و چطوری که خود شما نیز دیدید ابراهیم در آنجا مشغول بازی بود و ما تصمیم گرفتیم تا به این مکان آمده نشسته کمی استراحت و همزمان صحبت نماییم. خب ابراهیم، شما در قطار دیگر اشتراکچیان شعر آماده کردید، سرود میخوانید یا اینکه یگان معلومات نامه مخصوص را تیار کردید؟ من میخواهم شعر و سخن گویم. ای هموطن با جان و تن، بر هر طرف بین ما نگاه، گل گل شده دنیای ما، از مهنتی پیشوای ما. کوشش و غیرت را ببین، مهر و محبت را ببین، صلح و عدالت را ببین، از مهنتی پیشوای ما. صلح، آشتی و فرزانگی، یکدیگر فهمی و طالبی، آسایشتگی بودن مردم را تجسمگر است. وحدت باشد به هم آمدن، سر از یک گریبان برون آوردن، همدیگر فهم و پاک طینت و ملت دوست بودن است. و عقیده پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت مملکت امام علی رحمان، هر کسی که نهال سبزانده باشد میداند درخت سال یک مراتبه حاصل میدهد، اما نهال نیز هست که همیشه میوه شیرین به بار می آورد. ما میوه شیرین و سبزانیده امان را چشیدیم، جامعه ما از آن بهره‌ور گردید. ما هرگز راه نمیدهیم که دیگر تشه به ریشه آن رسد. محض با کوشش های پیگیرانه پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت کشور امام علی رحمان، ملتی پریشان سرجم گشت. در چهره هر فردی تاجیک وحدت و صلح پدیدار است. پایه صلح و آسایشتگی در این سرزمینی همیشه بهار به حدی بزرگ مستحکم گشته، زیرا آن را فرزندی بزرگ این سرزمین استواری بخشیده و تکیهگاه است. تشکر زیاد. خوب اگر یگان شعر دیگر گفتن خواهید و یگان گفتنی دیگر داشته باشد مرحمت، و اگر نه ما صحبت را با مصطفی ادامه میدیم. هم من میخواهم یک شعر دیگر خونم. مرحمت. پیامی پیشوا این است وحدت، سلامی آشنا این است وحدت، زمین برها برای بخت مردم، سخن گفتن رسا این است وحدت. به عهدی خویش در راه صداقت، بیماندم با وفا این است وحدت.
شنیدن از زبانی راست مردان، حدیث راست تا این است وحدت. دیگر باره نرفتند از سر جهل، به گرداب بلا این است وحدت. ندادن دل در این دهر پرآشوب، به هر چون و چرا این است وحدت. به سر بردن خجسته در هوای پیام پیشوا این است وحدت. تشکر زیاد ابراهیم جان. واقعا هم سخنهای آمده نموده شما به موضوع وحدت خیلی موافق بودند و مضمون خوب نیز داشتند و ما امیدواریم که در آینده نیز موضوعهایی رو که از جانب ما پیشنهاد میشوند شما خیلی خوب از یاد نموده درباره آنها معلومات های گوناگون را از خود می نمایید و حتما باز مهمانی برنامه ما میشوید. همینطور نه؟ بله. واقعا هم وحدت است که آزاد بیانی، آزاد کار و فعالیت نمودن، آزاد فکر و عقیده خود را بیان نمودن نیست. این نشانی وحدت است و ما میخواهیم تا مصطفی رستم سخنهای خود را در وصف وحدت ادامه دهند. مرحمت. صلح و وحدت افتخار ملتی صاحب دلم، وصف آنها را نماید ریشه جان و دلم. در میان قوم ها پیوستگی ما را از آن دهر بنماید ستایش مردمی صاحب دلم. صلح و وحدت عباره هایند که همیشه دلچسب و دلنشین و با اهل شیوا صدا داده به واسطه شنونده را به فکر کردن وادار می سازد. وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی حکم فرماست آن دولت روز تا روز گل گل می شکوفد. اقتصادیاتش تدریجا می افزاید، هم اذیتی سیاسی و هم اذیتی فرهنگی پیش می رود. بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، همه فرزندهایی با وفای این وطن باشیم. گرفته دستی هم از یک گریبان سر برون آریم، وطن از ماست ما نیز از برای این وطن باشیم. واقعا هم تماشابینان عزیز شراکتیان برنامه ما به نهایت با تیاری خوب به برنامه می آیند و ابراهیم و مصطفی نیز توانستند تا در قطار دیگر اشتراکچیان معلومات های مهم را بهر ما و شما پیشکش گردانند. اینجا با مصطفی و ابراهیم خیر و خوش میکنیم، ولی با شما همیشه همراه هستیم و میخوایم با دیگر اشتراکچیان برنامه صحبت خود را ادامه دهیم. شما نیز با ما بودن را فراموش نسازید. در آخر چی گفتن میخواهید؟ روز وحدت مبارک. هنگامی صحبت با ابراهیم و مصطفی رستم به چشم ما رسید که شاهین جان با همراه دادر خردیش ابراهیم جان به نزد ما آمده ایستادند و حالا باشد ما صحبت خود را با آنها آغاز میکنیم و میبینیم که شاهین جان با همراه برادر خردیش برای ما و شما چی آماده کردند. خب شاهین جان بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. خب شما در وصف وحدت چگونه شعرها آماده کردید؟ شعرها و یک سخن. خب مرحمت. ما کودکان خوشبخت هستیم که در چنین شهر زیبا و آباد زندگانی میکنیم. من از زبان شاعر یک شعر میگویم. شریف مقدس از حد دوشنبه شهر وحدت، خوشحال و آسوده ما در آغوشی تو به حد. تو خانه بختی ما، تو مسند و تخت ما، عمری تو زیاده باد، دشمنت پیاده باد، صداقت ما بر تو با همه افاده باد، تمنای ما همین همیشه باشی چنین. تشکر زیاد. خب باز یکان گفتنی دیگر هم دارد؟ بله، یک شعر و یک سخن دارم. خیلی خوب. صلح و وحدت افتخار ملت صاحب دلم، وصف آن را نماید ریشه جان و دلم. در میان قوم‌ها پیوستگی ما را از آن دهر بنماید ستایش مردمی بر نادلم.
صلح و وحدت عباره‌هایند که همیشه دلچسب و دلنشین و با لحن شیوا صدا دادن به واسطه شنونده را به فکر کردن وادار می‌سازد. صلح این آشتی و یکدلی، یکدیگر فهمی و آسایش مردم را تجسم می‌نماید. وحدت باشد به هم آمدن، از یک گریبان سر برآوردن، پاک‌طینت و ملت دوست بودن است. وحدت بهترین نعمت، تحکیم دولت و نجات ملت است. من همچون فرزند به آر و ناموس این ملت بزرگ از وحدت و یکدلی کشورم میبالم. افتخار دارم که ملت تاجیک به قدر این نعمت بی‌بها خوب میرسد. جشن وحدت ملی را به کل هموطنان مبارک گفته سلامتی، یکدلی و سرفرازی را تمنا میکنم. تشکر زیاد. خب ابراهیم جان، شما چی گفتن میخواید؟ شما یگان شعر از یاد کردید؟ آفرین. تماشابینان عزیز، هنگامی که اولین مرتبه ابراهیم جان با همراه برادرش با برنامه ما آمده بود، آنگاه عموما حرف زدن را خوب نمیتوانست و لحن او برای دیگران نفهمه بود. حالا باشد از بله گفتنش معلوم است که ولکه خوب حرف زدن میتواند، همین طور نه؟ بله. بله، اکنون کنی برای ما یگان شعر خونید. تاجیکستان جان شیرین کلم، تاجیکستان جان دلبرم، مثل طفل دوست می دولان طلا، از تایت بوی شیرین مادرم. ابراهیم جان، شما فصلهای سال را میدونید؟ بله. یک سال از چند فصل عبارت است؟ یعنی در یک سال ما چند فصل سال داریم؟ سال. 4 تا. کنی نمبر کنید، کدامش را میدونید؟ بیاید من به شما کمک میرسونم. زمستان. زمستان. باز چی؟ تابستان. تابستان. باز چی؟ تیرمو. تیرمو. باز یک تا دیگرش مانده است. گلها میشکوفند کو؟ بهار. بهار. آفرین. کدام فصل با شما بیشتر پسند است؟ تابستان. برای چی تابستان؟ بالا که هوا گرم است، ما آبوسی میکنه. آفرین. شما شعر میدونید برای تابستان؟ بله. کنی خوانید؟ تابستان سمتی بامویان، من نکو آنول جام ایوی بیشودیم، شهر چراحت جام دونه لوحت جام، بود من سلت کندونم. خیلی خوب، مرحمت کنی شعرتون رو خوانید. امام علی رحمان ما، تاج شریک دولان ما، بیستان و پاک جان ما، اشماهد شمان ما. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، در همینجا صحبت ما با ابراهیم و برادر کلانیش راهینجان به انجام میرسد و اشتراکچیان برنامه امروزه نیز همه توانستند تا شعرها و سخنهای خود را در وصف وطن، صلح و آسایشتگی جمهوری تاجیکستان و اینچنین وحدت ملی برای ما و شما پیشکش گردانند و میخواهیم با یک سرود زیبا در وصف وطن از جانب یکی از اشتراکچیان فعال برنامه های تلویزیونی بهارستان و همزمان برنامه ангубин اصل اشور و به برنامه امروزمون حسنی انجام بخشیم. خوب، یک جای تماشا میکنیم.